بچه‌ها سلام. امروز میخوام براتون یه غذای خوزستانی مجلسی درست کنم به اسم مفتح. تا آخر ویدیو با من باش و سابسکرایب یادت نره رفیق من. بریم با هم دیگه و تا آخر ویدیو با هم. خب بریم برای معرفی مواد. سیب زمینی، برش خورده، پیاز، 2 تا سیب زمینی، 2 تا پیاز، گوشت به مقدار لازم. حالا هر چقدر که خودتون میخواید مصرف کنید. من تقریبا 700 گرم گوشت استفاده کردم. زردچوبه، ادویه کاری، فلفل سیاه، میخک، لیمو عمانی. بچه داخل لیمو عمانی رو من خالی کردم. شما هم به همین روشی که من استفاده کردم استفاده کنید. و گوجه رنده. روغنم خوب داغ شد. بچه شروع میکنم گوشتا رو اضافه میکنم. بچه صبر میکنم گوشتم تفت بخوره و بافتش تغییر کنه. وقتی بافت گوشت به این شکل رسید شروع میکنم گوجه رو اضافه کردم. گوجه‌ای که از قبل رنده کرده بودم. بچه سعی کنید 2 تا گوجه بیشتر استفاده نکنید، چون ما فقط برای طعم گوشتمون از گوجه استفاده میکنیم. خب گوجه رو اضافه کردیم. تقریبا 1 دقیقه صبر کردم و حالا میخوام سیب زمینی با پیاز رو اضافه کنم. و میذارم خوب تفت بخوره. تقریبا 5 دقیقه صبر میکنم. بعد از 5 دقیقه شروع میکنم ادویه‌جات رو اضافه کردن. کوکا دمت گرم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودی. سابسکرایب یاد نره، کامنت هم یاد نره. انرژی بده که من بتونم غذاهای خیلی خوشمزه تری براتون درست کنم. با من همراه باشید. مرسی از همه شما. خب دوستان عزیزم الان وقت اینه که من ادویه‌ها رو اضافه کنم. به این شکل یه هم میزنم و تقریبا 20 دقیقه صبر میکنم. یه نکته خیلی مهم، من از آخر نمک اضافه میکنم چون نمک باعث میشه گوشتم خوب پخته نشه. خب دوستان همونجوری که میبینید من با شعله کم صبر کردم که بافت گوشت و موادم عوض بشه و به این شکل برسه. و حالا میخوام در مرحله آخر آب رو اضافه کنم. آب رو تا بالای گوشت اضافه میکنم. حالا به مدت 3 ساعت، 2 ساعت و نیم الی 3 ساعت با یه دمای متعادل صبر میکنم که موادم جا بیفته. و در آخر که موادم جا افتاد برنج رو اضافه کنم و یه مفتح خیلی خوشمزه به شما بدم. خب بچه‌ها من 1 ساعت پیش آب اضافه کردم چون آبش کم شده بود. الان 2 ساعت و نیم گذشته و مواد من خیلی خوب جا افتاده. گوشتام هم کاملا پخته همونطور که میبینید. حالا میخوام برنج رو اضافه کنم و قبل از اینکه برنج رو اضافه کنم بچه‌ها حالا نمک میزنم. نمک رو اضافه میکنم. بچه‌ها برنجی که از قبل خیس کرده بودیم و اضافه کردیم. حالا در قابلمه رو میذارم و میذارم خوب دم کنه. بچه‌ها برنجمون دم اومده با این کیفیت. در واقع مفتح. بریم بکشیمش.